یکی از رشته‌های ورزش‌های رزمی نینجا رنجره که در ایران از سال 1383 ورزشکاران و علاقه‌مندان زیادی رو به سمت سوی خودش کشیده. نینجا رنجر خیلی تنوع داره، تنوع پذیریش خیلی بسیاره و سرگرمی سلاح‌ها، همین سلاح‌ها نانچیکو، تجرف، شمشیر همه چی رو داره. من الان 4 ساله که نینجا رنجر کار میکنم، یعنی اصلا فکر میکنم که بدون ورزش نمیتونم زندگی کنم، چون که از اول بچگی ورزش رو دوست داشتم. بعد یه مدت کوچیک بودم کاراته کار کردم ولی دیدم که تنوع خاصی نداره. یه خورده تحقیق کردم دیدم تنها رشته‌ای که توش تنوع داره تلفیق از رشته‌های دیگه است، مثلا حرکات تکواندو، کاراته. دیدم که این رشته همه اینا رو داره، اومدم توش کار کردم و خیلی هم راضیم. یاد گرفتن تمام این رشته‌ها در کنار همدیگه که بعد هنرهای رزمی رو به وجود میاره مشکل نبود؟ بستگی به علاقه داره دیگه. وقتی علاقه زیاد باشه و یه مربی خوب جواب میده. من آکشوبات کار میکنم، حرکت‌های ژیمناستیکه ولی به صورت رزمی، مثل دیواری و پشتک و چیزای هیجانی. ما زمانی تمرینتون اومدیم برای بیننده‌های ما بفرمایید شرایط تمرینتون چگونه است؟ الان مشغول به انجام چه کاری هستید؟ خیلی عالیه، مشغول ورزش نینجا رنجر هستم در سطح حرفه‌ای. خیلی عالیه. نینجا رنجر رو الان توی سازمان جهانی ICM UA ثبت شده که مرکزش تو لاتسیو هستش. زیر نظر سازمان جهانی نیمبودو واریور الان فعالیت میکنیم. تو مسابقات خیلی شرکت میکنم، با همین امکاناتی که داریم خیلی سعی میکنم تمرینامو فشرده انجام بدم، چون خیلی به این رشته علاقه دارم. خب دقایق و لحظاتی رو به ورزش اختصاص بدیم، به خصوص هنرهای رزمی که اینقدر علاقه‌مند داره در سطح بانوان جوان کشورمون. ستاری، خبرنگار ورزشی شبکه خبر، شهریار. یک گزارش ضمن خداحافظی تقدیم حضورتون میکنم. اهدای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر علاوه بر رسوایی